سلام، خسته نباشید. این تله که مشاهده میکنید تله آهنی مخصوص کبک، تیور، کبوتر، هر پرنده دیگر، حتی تا خرگوش هم میگیره، ولی باید برسی که خرگوش ها در بره، ولی بس پرنده ها دیگه نه. این تله طریقه تله من فروشی دارم، هم تله چوبی فروشی دارم خودم اینا درست میکنم، ولی اینا نه. تله چوبی خودم درست کنم، ولی تله آهنی میتونم پیدا کنم، دارم از 1 تا 20 تا 30 تا هم دارم. تله آهنی این بهش میگن تله آهنی کبگیری. روش کار گذاشتنش فعلا، ولی تو خاک یک جور دیگه. این انبوره، دست میذاری رو انبور میره پایین، باز میاریم میذاریم تو یکی این دندونا. اینجوری یکی از این تالا وقتی میخواد تو خاک بذاری، روش خاکدن این تو ویدیوها قبلیم گذاشتم، میتونی نگاه کنی. این فعلا موقت اینجوری من آوردم که ببینید. این کبک بعدش اینجوری میگیردیش، پاشو نمیچینه، حالا اینجاش باید پارچه زده شه. دور اینا بهتره که یه لایه پارچه به پهنای 4 سانتی متر، 1 متر، 2 متر بزنی، از همینجا تا اینجا بپیچونی. این ورش هم یا کنه کبک نمیتونه در بره، راحت میگیردش. بهتره که تگ اینجاش هم با یک زنجیر یا یک تناب محکمی به طول 1 متر به یک میخ بزرگی بزنید تو زمین که کبک میگیره نبره، تلمونو گم کنه. نمیتونه تله سنگین نمیتونه بلند کنه. فروشی هم هسته، قیمت 700. تله چویی هم دارم قیمت 300. شماره میزنم تماس بگیرید، براتون پست میکنم بیا. از قیمت الان